جسد باز یک سرباز تاجیک ارتش روسیه را که به قول نزدیکانش در اوکراین کشته شده است به تاجیکستان آوردند. پیوندان سلیمان خوجا نبیف 22 ساله از جماعت چلگزی شهر اسفره گفتند جسد او را روز 8 ایون در سردخانه در ولایت رستوف گرفتند. شب 9 و 10 ایون جنازه این جوان تاجیک را از طریق خوجند برای گور و چوب به زادگاهش اسفره بردند. برادر سلیمان خوجا میروش سولیف روز 9 ایون به رادیو آزادی گفت درباره کشته شدن او 2 روز قبل خبردار شدند. به نقل پیوندان سلیمان خوجا نبیف سال 2017 به مهاجرت رفته در روسیه کار و زندگی میکرد، اما 2 ماه پیش صاحب شناسنامه روسیه شد. بعد ثبت نام در سنت پتربورگ به خدمت دعوت شد. سلیمان خوجا در گروزنی چچنستان خدمت میکرد، ولی درباره کی و چطور به جنگ اوکراین رفتن او معلومات نداریم، افزود میروش سولیف. همچنین دقیق نیست که سلیمان خوجا نبیف در کدام منطقه اوکراین و در چه شرایطی هلاک شده است. میروش سولیف برادر سرباز کشته شده میگوید 2 روز پیش یک مسئول قسم حربی که سلیمان خوجا در اون خدمت میکرد به جای کارش زنگ زده خبر مرگ او را رساند. به سردخانه رفتیم، به غیر از یک سرباز کس دیگر به نزد ما نآمد. جسد را برای دارو کردن به آرامگاه رستوف بردیم، گفتن حق نداریم که آن را کشاییم. در سردخانه جسد خیلی زیاد بود، مرده را مثل تربوز کوفته میگیری، نقل کرد او. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین خبر مرگ تقریبا 10 زاده تاجیکستان به نزدیک آنشان رسیده یا مطبوعات تصدیق آن را یافته است. پیوندان این جوانان تاجیک که همه سرباز روسیه بودند کشته شدن آنها را تصدیق میکنند. درباره تلفات تاجیکان در صف نیروهای مسلح اوکراین هنوز اطلاعی نیست. در نوارهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چرخ میزنند دیده میشود که زاده‌های تاجیکستان از هر دو جانب جنگ به اسارت افتادند. تصدیق و تفتیش درستی این نوارها و خبرها در شرایط جنگ امکان ندارد. جنگ روسیه با اوکراین که کرملین عملیات مخصوص ولی کیف تجاوز به قلمروش مینامد تقریبا 4 ماه باز دوام دارد.